سلام. این ویدیویی رو میگیرم مثل منابع طبیعی. منابع طبیعی اومده هر کی که میره اونجا میخواد یک ساخت سازی بکنه، یه باقی درست کنه، سری منابع طبیعی میاد دست میذاره رو زمینش. جوابش هم چیه؟ مدرکش میگه ما سال 82 تو همه روزنامه ها نوشتیم که هر کی زمین داره بیاد سند بگیره تو روزنامه. بعد بیشتر این زمین ها مال روستاییان عزیز زحمتکش، اکثرا هم کشاورز و دامدار. آخه من میخوام این سوال رو بکنم، اون رئیسی که این دستور داده، آخه سگ پدر تو روزنامه خون بوده یا ننه تو؟ آخه روزنامه که تو شهرش کسی روزنامه نمیخونه که، چه برسه روستا. اون چون تو ادارش هر روز صبح با پول بیت المال براش یه برگه می آوردن سر میزش میذارن، فکر کرده همه ایران هم روزنامه میخونن. بعضی اصلا اسمشو نمیدونن. بعد گفتم، میگه دلیلش ما تو روزنامه اعلام کردیم، به ما چه که شما روزنامه خون نیستین. فقط میخواستم اینو جهت آگاهی اون مسئولی که سال 82 تو به حساب منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دستور میداده، لعنت بر اون پدرش، اون پدرش